دعای نیک ریشه درختی عمر را پیوسته سبز می دارد، اما دعای نیک رایگان نصیب کس نمی گردد. وی بر عوض آمال نیک، کار و روزگار نیک، نیت و امیدهای نیک به دست می آید. از همین رو قهرمان فیلمی ما در راه درازی عمر پرثمر خویش همیشه بالانشین، انگشت نما، عزیزی خرد و کلان بود و هست. وی هنوز در آوان نورسی، در دورانی که با اندیشه و خیالهای شیرین بچگی از کوچه و پس کوچه های پرغبار دیهه غرغره ناحیه دنغره گشت و گذار می کرد، در کوه دامن و یاله های مخمل پوش دنبال بز و گوسفندان می گشت، با همسالانش برای آب به لب چشمه و رودخانه ها می رفت، پیوسته به آن می کوشید که به کسی نیکی کند، دلی را نرنجاند، احترام کلان سالان را بجا آرد. پدری بزرگوارش می گفت آدم را فقط نیک بودن و نیکی آوردن آدم می کند. مادری مهربانش می افزود بچم، در راه راست آدم پیشپا نمی خورد. وی با این دعاها که چراغ روشنی مرد راه است به پیش رفت، از پستی و بلندی ها گذشت، افتاد و مردانه برخاست، به پایش خار خلید اما به دیگری روا ندید، خنوپیش اثر کرد اما دیگری را گرم داشت. وی فقط یک شعار را در ته دل تکرار می کرد: خدمت بی‌دریغ و بی‌طمع به خلق و وطن. شخصیت هر انسان از کودکی تا پیران سالگی تشکل می یابد. مهم آن است که خشت اول را معمار راست گذاشته باشد و این دیوار ناتکرار که جوهری آدمی نام دارد تا به ثریا راست خواهد رفت. یکی از استودنتان پیشقدم و یکی از کارکنان پرتوی همون زمانه به شمار می رفت. سلطان شریفویچ بعد ما در اینجا کاتبی کمیته کمسمال اینستیتوت بود، من رئیس اتفاق کسبه اینستیتوت بودم. هر دو ما با یکدیگر در یک خانه هر دومان من زندگی میکردیم، هر دومان پلان میکشیدیم، هر دومان کار میکردیم و در اینجا کدام ساحه که نباید مثال بگیریم کمبودی استودنتان رو ما چکار میکنیم تامین میکردیم. با استودنتانی کمفام من استودنتانی که از جهت اقتصادی من کم بودن و مثال بگیریم عذاب میکشیدم، با آنها یاری بیواسطه خود را میرساندیم. سلطان شریفویچ بسیار بچه قابلیت ناک بود، با استعداد بود، با فراست بود. کسی قابل، کاردان، به ننگ و ناموس، به وجدان و به انصاف، جوینده و پرتلاش، هیچگاه از نظر دور نمی افتد. قهرمانی با سواد، عاقل و کارشناس ما را زود شناختند، دستگیری کردند، هنر آموزاندند، باور کردند و به کارهای مهمی راهبری پیشنهاد نمودند. این جوان مهربان و سختگیر، حقگوی و حقجو، با خرد و کلان، با پیر و جوان برابر بود. از بالای اسب سفید رهبری
با مردم گفتگو نمی کرد. به معرکه و مراسم های آنها تشریف می آورد. تشویش و تکلیف زندگی آدمان را می آموخت و دستیاری دراز می کرد. او مهمان دلخواه و عزیزی هر خاندان بود. راهبران عالی مرتبه و پرتجربه جمهوری از خاکساری و عاقلی، از فهمیش و بینیش روشن این جوان به وجد می آمدند. از برار کارش، از شهرت و آبروی شایسته‌اش شادی می کردند. او بارها از زبان آنها شنیده است: سلطان شریفویچ، قند زن، وطن و تو بر این فرزندان صداقتمند احتیاج دارد. سلطان میرزا شایخ از چنین بهای بلند استادان سختگیرش بال و پر می گرفت، به فضای دورا دوری فعالیت ره می کشید. اما از شادی و غم، از گرم و سرد روزگار مردم زحمتکش، از نیت آباد و زیبا گردانیدن خاک دیارش لحظه جدا نبود. وی از موفقیت ها سرگرم نشد، خود را گم نکرد، نیکی جست، نیکی کرد، آبادگری و آزادمنیشی را در فعالیت خود گسترش داد. 15 سال با هم دیگر میشستیم در شهر کلاب، در کارهای پرچوی سویتی جوانان کار میکردیم. در آن زمان سلطان شریفویچ میرزا شایخ کاتب اولی جوانان شهر کلاب انتخاب کرده شد. کارهای تشکیلی در بین جوانان در آغاز گرفت. با تشکیل کنترل شهر کلاب خیلی بدن شد. جوانان شهر و ناحیه در اطراف این کمیته شهر متحد شدند. در بسیار کارهای آبادانی شهر مثل ساختمانی تدوین برنامه تمام شهر کلاب، رول تشکیل کنترل شهر کلاب را برش سلطان شریفویچ میرزا شایخ خیلی کلان می باشد. همین استادیوم این ورزشگاه تندکار با قوای جوانان شهر ساخته شد. همه جهت ساختمان، همه جهت آبادانی گلکاری، درخشانانی. همین بود که ترقیات پیشرفت ورزش در شهر ما تا پیش رفت. از بین جوانان شهر کلاب بچه‌های نامدار جمهوری پیدا شدند. آبادانی شهر کلاب درباره درخشانانی، گلکاری، کوچه‌های سامانی، میدان برنامه سفر امیرشاهی، کوچه برنامه کرد مرکز، آن در حتی آمودهایشان این از نظر کار تشریعی تشکیل کنترل شهر کلاب بود که به آبادانی شهر مبتر مدرک کنار رسید. همین بود که این را نظر گرفته ایستاده سلطان شریفویچ در مدت کوتاه از شهر کلاب با وظیفه دریم کاتب کمیته ریان ناحیه وسیع پیشبری کرده شد. این در زمانی که ناحیه وسیع مستقل شد و سربر رهبر ریان شد سلطان شریفویچ، پیشرفت ترقیات فقط خیلی اول بود تا 40,000 تن حاصل می‌داد. ریان هر بیکتر زمین فقط تا 36 تا 38 سنت بعد از تا 40 سنت رساند که برای خواجه‌هایی که در اطراف این ناحیه بودن برای پیشرفت و بسیار مدد رساند. راهبرانی هستند که چون به وظیفه می رسند می دانند که در این مقام دائمی نیستند و از پی جمع کردن مال و اموال می شوند. از آنها خاطره نیک میان مردم باقی نمی ماند. اما راهبرانی هستند که با خدمت‌های شایسته خویش در دل و دیده خرد و کلان خانه می‌گزینند. در شهر و ناحیه‌ای که آنجا راهبر بودند
آبادی و شکوفایی و یادگار می‌گذارند. سلطان میرزا شایف از همین زمره راهبران خوشبخت است. در نظام کمونیستی راهبر اول به همه چیز قدرت داشت. در قلمرو خودش شاه بود و طبعش وزیر. بی انصافی و بی عدالتی، جوربازی و قومگرایی که جا جا به میان می آمد، از همین سرچشمه آب می خورد. با چنین مختاری فعالیت، عدل و انصاف ورزیدن، به غم و شادی مردم شریک بودن، همیشه پی زندگی آسوده مرد زحمتکش جان فرسودن، به تنقید و ایرادهای آنها مردانه تن دادن، از اخلاق حمیده و جهان پرثروت و زیبای هر راهبر گواهی می دهد. سلطان میرزا شایف را در سراسر جمهوری برای راهبری اش نه، برای آدم بودنش دوست می دارند. از سال 58 شناختی نقشیدیم که اینا همه خشی تاورشون حتی از خشوش همین توسخلاده موجود شده اومدم. کدام پستی که باشه نقل کار کرد. خودمی بعد خودمی نقل زواندان همه کار را کرد. اگر خوش ما سال کدام آدمی برام آگیه خودمون کار کردن یا چندیم توش نباشه دیگر همش آدمای بعده آدمای نقل اونم کسر خونه دم 3 مرتبه اومده خبر گرفت که نقل خواب بودن اونده. کسی با استعداد در همه ساحه هنرمند است. وقتی که قهرمان ما به ساحه بسیار مهم حیات فرهنگی جمهوری جلب گردید، شاید کسانی بودند که با تمسخر می گفتند راهبری خواجگی را به فرهنگ چی کار؟ او که از خردی به فرهنگ مهر و محبت بی اندازه داشت، در تشکل همه جنبه های صنعت ملی حصه ارزنده می گذاشت. وی مسئله های مرکب ایجادی را خوب درک می کرد. از ایجادکاران نامی و نوکار یاری خود را دریغ نمی داشت. برای حل پرابلم های عمده فرهنگی به حکومت مراجعت می کرد و بسیار وقت در این مبارزه کامیاب می گردید. یکی از بزرگترین کارمندان سینمای تاجیک حساب می آمد. سال 1954 بعد تمام کردن فیلم داخونده ما با یکدیگر شنا شدیم. سلطان شریفویچ بعد گرفتن تمام کارمندان سینمای نوی تاجیکستان را به کلاب دعوت کردند. ما در اونجا همراه صافی ارجانونا، قاسم ابوالخیر بهرامویچ، رازیه اکبیرova، جهان سید مرادوف، زهرا کریمova ما در کلاب فیلم ها را برده با تماشابین ها ملاقات کردیم. از همانجا سر شده دوستی ما تا حالی. شخصی که برای سینمای تاجیک اینقدر غمخواری ها کرده است، اینقدر جان فدایی ها کرده است، من دیگر غیر از سلطان شریفویچ یگان کس را برابر کرده نمیتونم. تا حتی بعد تمام کردن هر یک فیلم ما را به جمهوری های همسایه می بردن. بعد تمام کردن فیلم مرگ سودخور ما با اون کس زایر دوسمتوف
در تاشکند بودیم. بعد تمام کردن فیلم خیانت با حبیب الله عبدالرزاق و شاه منصور و دیگران در قزاقستان بودیم، در شهرهای چیمکنت و دیگر شهرها بوده فیلم را نشان دادیم. در همه این غیر از برده فستیوال گرزاندن، خودشان در وقت بنوارگیری سری در گجایی که نباشیم، خواه کوهی بلند، خواه در وادی، خواه در گجایی که نباشیم، آمدن ما را خبر میگیرند، چون رئیس سینمای تاجیکستان. غیر از این یگان کینوتئاتر نمانده است که رفته با چشم خودشان نبینند، اصول و تماشای و کسایی و های بینند. در وقتی بنوارگیری مال خام آمده میدیدند، مصلحت های بسیار زیبا میدادند. در اتفاقی من این سینماگران تاجیکستان سالهای سال سلطان شریفویچ اعضا هستند، اعضای سینما هستند و اعضای یکی از راهبریت سینما را در دوش خود گرفتند. در حل و فصل هر مسئله درک دقیق و عمیق آن بسیار مهم است و چنین استعداد فوق‌العاده را خداوند و سلطان میرزا شایف ارزانی داشته است و این را در اصطلاح دولتداری دیپلماتیه میگویند. ضمناً باید گفت که سالهایی که قهرمان ما نماینده حکومت تاجیکستان در مسکو بود، این هنر دیپلماتی خود را روشن اثبات نمود. دیپلماتیه دانش، تجربه، ملکه، مدنیت بلند، مسئولیت و کاردانی را تقاضا می کند. Как много зависит от конкретного человека восприятие целой нации. А когда это культурный представитель, интеллектуальный представитель знает и уважает нравственные ценности, общечеловеческие ценности любой нации, это выглядит совершенно в другом амплуа. Работая в Фонде международной толерантности Таджикистан-Кыргызстан, мы с Султаном Шариповичем сталкиваемся на многих семинарах. У нас бывают спорные моменты, даже вот эти игры современные, да, и всегда он выходит с таким достоинством, с такой дипломатией. И вот этот заряд энергии, когда вот обстановку, любую критическую, он может разрядить. Это очень важно. Значит, он по своей природе еще великий дипломат и наднациональная душа. Вы знаете, для того, чтобы любить свой народ и быть настоящим патриотом своего народа, надо признавать благо и других народов. Вот тогда этот человек никогда ни в чем не проиграет. کلاب شهری جوانی، آموزش، عشق و امید و پروازهای بلند سلطان میرزا شایف می باشد. قسمت وقتی که او را دیگر باره به این شهر آورد و قهرمان ما کاتبی اول حزب کمونیست ولایت کلاب را به عهده گرفت، در حیات ما مرحله به نام بازسازی فرا رسیده بود. خرد و کلان به جنبش آمده بودند، زبانها به اظهار بی ملاحظه نیک و بد کشاده می شدند. در این دوران راهبری کردن کار آسان نبود. جسارت، بردباری و دوراندیشی مخصوص را تقاضا می کرد. اگر یک لحظه آن زمان را پیش نظر آریم، خواهیم دید که در دیگر ولایت و شهر و نواحی چگونه راهبران را زود زود عوض می کردند. اما او را مردم زحمتکش ولایت با خوشنودی و صمیمیت همچون کسی به جان و دل خود نزدیک پذیرفتند. زیرا هر نهال، هر بته، هر گلگشت، هر خانه و حولی او را می شناخت. وی در دل مردم تخم نیکی و نکوکاری و مهر و محبت کشته بود. وی با مردم بود و مردم با وی. سلطان میرزا شایف در همین لحظه بسیار حساس
باز گفته پدری بزرگوارش را به یاد آورد. چون بالای بام برایی زین پایه را لغت مزن. چه حکمتی روشن و سازنده. از سلطان شریفویچ در این دوره من مدنیت شهرداری و شهرسازی، کردانی و به واسطه راهبری با تجربگی را آموختم. در این دوره هیچ وقت فراموش نمیکنم که ما بازار کلخوزی را که در مرکز شهر کلوب ساخته شده بود، با سفارش سلطان شریفویچ اولین تأسیس دادن کارخانه های مشترک در کلوب به نظر می رسید. مردی که فقط با کار و زندگی فعال خودش در بین عامه مردم احترام زیادی پیدا کردند و دوستی و وحدت همه نواحی‌های جمهوری اهمیت علاهیده می دادند. ما سال 1991 در ولایت بدخشان کوهی روزهای ادبیات و صنعت ولایت کلوب را گذراندیم. با پیشنهاد سلطان شریفویچ ساختمانچی‌های شهر کلوب و همراهی ساختمانچی‌های بدخشانی در لب دریای بدخشان چایخانه چوبین ساختند که بالا هم از آن روزها رفیقان بدخشانی یاد میکنند. در وقتی در دوره‌ای که روزهای ادبیات و صنعت ولایت بدخشان در کلوب میگذشت، چایخانه در درآمدگاه شهر قامت می‌افروخت. آن روز با پیشنهاد سلطان شریفویچ نام این چایخانه آشخانه را ما بدخشان می‌دادیم. محض با تمکینی سلطان شریفویچ، با معرفتی آن کس، استواری سیاسی آن کس، نشانه آن بود که حکومت قانونی جمهوری در کلوب عمل میکرد و مردم برای این سیاست حکومت قانونی را بودن مهنت حلال میکردند. مشاهده و استعداد نگارندگی که از کردی با او بود با تجربه زندگی درآمیخت و در صورت چند اثر خواندنی ظهور کرد. مقاله های تحقیقاتی، پوبلیسیستی، حکایه های هجوی، قصه سرگذشتی دعای سری راه سلطان میرزا شایخ را چون ادیب آتشین سخن و باریک‌بین معرفی کردند. او عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان بوده، در حیات ادبی جمهوری سهم روشن دارد. اثرهای او بافته و تافته نیستند. آنها لحظه های مشخص و خاطرنشینی روزگار ما را فرا میگیرند. اگر او پیوسته همچون ادیب کسبی به ایجاد مشغول میشد، شاید امروز ما صاحب نویسنده نادر کاری بودیم. اما مرحله به مرحله، دوره به دوره از عمر خویش نشان نیک گذاشتن هم از ایجاد اثری شایسته کم نیست. بسیار هم میخواند و دانایی و ذکاوت این شخص در پرتوی همین بسیار خواندن است. بسیار مطالعه میکردن. یک بار حاضر کردم گفتم که ممکن شما همین گزیته‌های دیواری دیگر محل‌ها را رفته میخوانید. و بعد در یک صحبت باید کردم که شما باید که از مردمی اهل قلم باشید. و با من گفتن که حالی فرصت است یک فکر میکنید. همه معروضه ها و نطق‌های در مجلس های بسیار بودربا و در انجمن ها میکردگیشون خودشان می نویسوندند. و خوشبختانه یک زمان یک طبقه را با من دادن، گفتن که همین پویست است و یک خوانید. پویست من خواندم و گفتم که همه همین نویسنده های نامدار ما در همین زمینه و در همین زینه می نویسند. این اشکرتان است. و تبسم کردن گفتن که همون تشریفات های شما نه همین بود.
چون حکومتی کنستیتوسیونی برقرار گردید، نیروهای سالم، دلسوز و کاردیده در اطراف دولت جوان تاجیکان متحد گردیدند. در راه تحکیم پایه و ساختارهای فلج گردیده دولت، مصلحت، درخواست، پیشنهاد و توصیه های سلطان میرزا شایف بر این پیرانی کار مثل آب و هوا ضرور بود. وی به حیث رئیس دستگاه اجرایی سرور دولت بسیار شبهای بیخوابی و روزهای پرتشویش را از سر گذرانیده است. او در یکی از مصاحبه هایش چنین بیان می آورد: آن سالها تحت رهبری سرور دولت امام علی شریفویچ رحمانوف دستگاه شبانه روزی فعالیت می کرد. آن روزها دفتر کاری و اتاق 4 متری دمگیری سرور دولت یک جا بود. قهرمان ما با این همه روزگار پرتلاش و سازنده گاها به اندیشه فرو می رود که آیا شب و روز عمر خود را درست صرف کرده است؟ وی فارغ کار بعضا به لب دریای ورزاب می رود، به 4 سو دقیقانه نظر می افکند، موجهای پرخروش و تازان آب را مشاهده کرده بیت خواجه حافظ را به یاد می آورد: در لب آب نشین و گذری عمر ببین، که این اشارت ز جهان گذران ما را بس. آری عمر مثل آب دریا روان روان است، راهی آن را نمی توان لحظه بس. اما مهم آن است که دریای عمر بیهوده جاری نباشد، از خود سرسبزی و آبادی و شکوفایی و یادگار گذارد. وی کتاب حیات عبرت آموز خود را ورق زده صمیمیت و محبت صدها دوستان دور و نزدیکش را پیش دیده می آورد. صف شاگردان بیشمارش را که امروز در تاجیکستان صاحب استقلال آرزو و آرمانهای او و مردم کشور او را عملی می‌گرداند. از آبادکاری و بنیادگذاری عمرش را و مشاهده می‌گیرد، در لبانش تبسم گل می‌کند و به خود می‌گوید اگر خداوند مرا از نو جوان گرداند، همین طور نثار خلق و وطن عزیز خواهم کرد. Человека встречает по одежде, провожает по уму. Наш герой, Султан Шарифович, в любой ситуации был бы в выигрыше. Потому что, когда его видит впервые человек, то он увидит элегантного, очень красивого, очень энергичного, симпатичного мужчину. А если он с ним начнет говорить, то он раскроет для себя удивительные качества: интеллект, духовность, культура, воспитание, образованность. Вот образ нашего Султана Шарифовича. Но если человек захочет подробнее узнать о нем, то он столкнется с историей, где-то даже может быть и легендарной. Потому что жизнь, которую прожил Султан Шарифович, она несет в себе так много интересного, так много сложного, что и так много прошел человек за свой жизненный путь, что некоторым хватило бы, может быть, на 2 жизни. Но при всем при этом, что удивляет та жизненная твердость, та непоколебимость, тот стержень, который есть в этой личности, который позволяет нам сегодня говорить о нем как о личности с высокой буквы. Да, только личность могла устоять и выдержать все те трудности, которые были не только в плане человеческом, но и те трудности, которые преодолело наше государство за эти годы. И при этом не измениться, не сломаться, не предать, а остаться самим собой. И этим учить многих окружающих вокруг себя. Султана Шарифовича я более близко узнала в самые трудные, может быть, годы для нашего государства, в первые годы становления нашей независимости, после восстановления конституционного строя, когда он как руководитель аппарата главы государства
первый руководитель аппарата главы государства, нашего уважаемого Мали Шариповича Рахмонова, делал очень многое для того, чтобы решения, которые мы тогда принимали, действия, которые мы тогда воспринимали, они были направлены в законном, конституционном русле, чтобы было доверие к аппарату главы государства, потому что от того, кто рядом был тогда с Мали Шариповичем, очень многое зависело. И рядом с ним могли быть только сильные личности. И вот такой сильной личностью был наш Султан Шарипович. از تجربه برمی آید که برای رشد و کمال هر کشور و هر ملت وحدت بسیار مهم است و این حقیقت را کرد و کلان جامعه ما در پوست و خون خود درک کرده است. وقتی که پرزیدنت کشور مردم را به وحدت دعوت کرد و خودش سرور این حرکت نجیب گردید، روشن فکران و نیکخواهان خلق ما در اطراف این حرکت جمع آمدند. سلطان میرزا شایخ همچون معاون رئیس حرکت در این جاده خدمت‌های شایسته می کند. احیای تاجیکستان که آرزو و شعار هر کدام ماست، بدون همبستگی خلق‌های جمهوری از امکان بیرون است. برای هر خرد و کلان در سال 2002 جشن گرفتن 5 سالگی سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی مرحله مهم است. انسانی که تمام عمر با خلق خود بوده است و از آنها دوستی و برادری را آموخته است و عبرت آموز همدلی و همبستگی بوده است، امروز در صف پیش حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان بردم قدم میزند. نیروی او پایان ناپذیر است، زیرا دلش از محبت و صداقت خلق و وطن سرشار است. ما شکر آن میکنیم که مردم با ننگ و ناموس ما و راهبری خیرتمندانه امام شریف رحمانوف و درک کردن مسئولیت انسانگری و تاجیکی نمایندگان اپوزیسیا با آن آورد که ما به صلح و صلاح رسیدیم. در کار به دست آمدن عهدنامه رضایت ملی خدمت روسیه، جمهوری‌های آسیای مرکزی، ایران، ترکیه و دیگر بسیار کشورهای همجوار ما کلان است که و مخصوصا سازمان ملل متحد که برای به دست آمدن رضایت ملی زحمت زیاد کشیدند. و بار دیگر تکرار هم شاید گفتنی هستم که شکرانه آن کنیم که ما از سال 1997 تا به امروز در وضعیت همدلی همفکری مردم زندگانی میکنیم و بنیادکاری داریم. سخن درباره تأسیس حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان رود و ذکر کنیم که راهبر دولت امام شریف رحمانوف هنوز سال 1993 فکر بیان کردند که در جمهوری ما یک حرکت عمومی مردمی باید باشد که نوابسته به منشأت‌های حزبی، جنبشی و دیگر سازمان‌ها منفعت مردم ما را پرره انعکاس کند و تاجیکستان را در راه وحدت متحد کند. متاسفانه آن سالها برای تأسیس این حرکت شرایط ضروری نبود و سال 1997 پیش از
به امضا رسیدن عهدنامه رضایت ملی کمیته تدارکاتی تأسیس یافت و کنفرانس تأسیسی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان ماه ایول برگزار گردید و در این کنفرانس که بعد پرزیدنت ما تشبسکار آن اهل ادب، علم، زیاییان، خادمان صنعت و کشاورزان مشهور جمهوری بودند. تأسیس این حرکت ماه ایول 1997 حل شد و تمام وکیلان به حیث رئیسی این حرکت پرزیدنت مملکت امام شریف رحمانوف را انتخاب کردند. من گفتنیم که توجه مردم به این حرکت از نظامنامه و برنامه آن سرچشمه میگیرد. یعنی ما حزب دعواگری سیاسی نیستیم. مقصد و مرام ما، آرمان ما آن است که در مملکت عزیز ما تاجیکستانمان وحدت ملی با پررگی حکمران شود. یعنی مردم ما نوابسته به کدام شهر نواحی قطعه باید این صلح و صلاحی که در جمهوری ما برقرار شده است همچون گهرک چشم نگاه دارید و تنها وحدت ملی ما پیشروی تاجیکستان را معین میکنه. مقصد و مرام ما را به روزهای نیک که آرزوی آن را همه داریم میرساند. همه وقت سربلند سرفراز باشد، همه وقت عموما در بین ما باشد، هرگز دستی کم نبیند، موفقیت ها یار شود. اصل میکنم خیلی رای بخون در جمهوری ما هستند، یکی بسیار کم هستند. درباره او چه کاری که شما کنین بعد اول خودش میراید هیچ خطا نمیکنین. خیلی наберет دارن و همه عبیرت تویشانه باید حتما همراه همه ما بینن. От своего международного альманаха УШ от имени редколлегии поздравить нашего дорогого устода. خردمندان عالم کمشمارند، از آنان یک دو پند باید آموخت. من آرزو میکردم که اقلا مردم ما این راهبرای ما اقلا نیم یعنی خصلت‌های نجیب سلطان میرزاشاهف را داشته باشند. Доброго, крепкого здоровья. Будьте рядом с нами и вдохновляйте нас своим видом, своими помыслами, своими делами. فرشته به دو دستی دعا نگه دارد، ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد.